پسندیده بود که او را در جهان تثبیت رسان که انشالله البته در سال 2013 فکر کنم این اتفاق میفته. انشالله که بیفته بسیار خوب میشه. شهر غزنی بسیار یک شهر باستانی دیدنی. ما از مردم جهان، از اونایی که زبان ما رو میفهمن یا که از نظر ایدئولوژی ترجمه بکنن، ما از اونا درخواست میکنم حتما از این شهر باستانی دیدن کنن و از نزدیک ببینن که افغانستان بسیار جاهای دیدنی جالب داره. داشته و خراب شده. خب خراب شده رو ما باید در نظر نگیریم. ما فعلا باید آباد در نظر بگیریم که همین که امنیت در کشور ما آمدن ما باید بسیار محترم بشماریم، از این لحظات استفاده کنیم. نظر شما چی احمد آقا؟ درباره چی؟ درباره آثار باستانی اینجا و افغانستان. آثار باستانی اینجا با افغانستان چندان فرق با هم نداره، ولی افغانستان ناشناخته است، کشف نشده، ولی اینجا خیلی وقت آسایش دارن، آرامش دارن، مردم تعمیراتی با وجود آمده و همه چیز درست کردن. ولی انشالله امیدوارم که افغانستان هم یه روزی توریستا گم شوند و توریستا بیاین جایشان و همه رو درست کنن انشالله. و امیدوارم که همه با هم در افغانستان همدیگر رو باز اینجوری ببینیم و در موزیم هایی که در افغانستان وجود دارد و همدیگر رو ملاقات کنیم. با امید آن روز سلام بر هرچی مهاجر و غیر مهاجر افغانی است در جهان. سلام علیکم. ببخشید شما میشه خودتان معرفی کنید؟ بله، ما یکی از چیزان یونانی خودم که افغانی دیگه. ما از افغانستان هستم. اسم شما؟ اسم ما علیه، از افغانستان هستم. از کدام 4 ساله که آمدیم داتن. بله. ببخشید شما چی کار میکنید اینجا؟ روزگار خراب است. شما چی کار میکنید داخل یونان؟ کار بنایی، کار ساختمانی، نمی کار دیگه، کار دیگه کار نیست. در 4 سال شما چه تجربه از داخل یونان و یا چه حاصل؟ تجربه درباره چی باید بگم؟ یا تجربه کاری، تجربه کاری چی؟ تجربه خانم کار بنایی سو میریم سر ساختمان و چیزی حاصل نه برداشت کردی یا نه؟ چیزی. شما گفتین 4 سال اینجا هستین؟ بله 4 سال اینجا هستم. کارتان همیشه از یا که نه کاردار اینجا؟ بعضی وقت 1 ماه کار میکنیم، بعضی وقت 20 روز، بعضی وقت 10 روز، بعضی وقت هم 2 ماه 3 ماه کار نیست. شما زندگی اینجا رو با افغانستان چقدر فرق بینش می‌بینید؟ و یا دوری از وطن، دوری از مادر و پدر و خواهر، چه حس میکنید؟ چه حس داری در مورد؟ ما همیشه به خاطر پدر و مادر خیلی ناراحت هستیم که در اونجا هستیم و ما در اینجا هستیم. همیشه نگران هستیم. دولت برخورد دولت یونان با شما افغان‌ها، با مهاجرین افغان‌ها چطوری است؟ بد است؟ حالا نه گفته همیشه بد است، نه گفته همیشه خوب است. برای شما کدام ارزش قائل هستن یا ارزش؟ اگه خلاف نکنی خب کار به کارت نداره. اگه خلاف کنی که یا مسلم است خب یا زندان است یا کتک است. کتک هم میزنن؟ بله. ببخشید بیننده عزیز، آقا علی 4 سال اینجاست، همیشه کار برنامه میکنه و از دولت یونان هیچ کدام ضرری ندیده. آیا برای شما اسناد پاسپورت چیزی هم میده یا خیر؟ معلوم نیست. تا حالا نداده برای شما؟ خیلی کارت ساخت دیگه مدرک نداده و ما در تیم ملی افغانستان بودم از مرداری اینالی آمدیم بیادر دیاتن کار بناییم. شما برای چی برای شما چیز شد که آمده؟ چه پروبلم، چه مشکلی پیش آمد برای شما؟ مشکلات نپرس اصلا، کلی مشکل.
جنگ دوست داری برگردی؟ بله بله چرا نه. خب برای چی 100 معطلی؟ درصد. چرا نمیری؟ چرا نمیخوای برگردی؟ خب وقتش بیای برمیگردیم انشالله آقا علی دمی زودیا اگر خدا خواسته باشه برمیگرده به افغانستان و دوباره برای تیم ملی افغانستان که به گفته خودشان برای تیم ملی یا وزن برداری کار میکرد او تا فعلا نه که داتن است. انشالله میخواد برگرده و ببینیم نفر بعدی. و علیکم سلام. من بخیر هستیم. ببخشید شما خود معرفی میکنین برای بیننده عزیز؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسم بنده عبدالخبیر، فرزند عبدالقدیر از ولایت کاپیسا، یکی از ولایت‌های سرسبز افغانستان. البته به وطندارای ما بر نخوره، کلی افغانستان سرسبز است. خب به دلیلی که در افغانستان جنگ داشته ما نتونستیم در خیلی از ولایت‌های مختلف افغانستان سفر کنیم یا گشت گذاری داشته باشیم. بله. به همین دلیل من از ولایت خودم مثلا یاد بردم که آشنایی دارم، گفتم سرسبز و زیباست. شما چند سال از مسافر هستین و چند سال از داخل یونان هستین؟ اگر از مسافرت حساب کنی که بنده حدوداً 12 سال از مسافر هستم. چند سال از داخل یونان هستین؟ داخل یونان حدوداً 2 سال میشه که ما در یونان آمدیم. بله. و از وضعیت اینجا نمیشه بگیم که راضی هستیم، ولی خب از آنچه که میگذرد بهتر است افغانستان خود ما، به این دلیل که در افغانستان خود ما جنگ وجود داره. اگر جنگ وجود نداشته باشه بهتر است هر جای دنیاست، حتی از پاریس و واشنگتن. شما گفتین که 12 سال از مسافر هستین. 2 سال اینجا، قبل از این کجا بودین و چطور زندگی میکردین؟ قبل از این در کشور ایران بودیم و به دلیلی که نجات پرستی زیادی در ایران می شده، مخصوصا به مردم محترم افغانستان، ما به این دلیل ما گفتیم که دموکراسی، حالا غربی آنچه که از دموکراسی می گفتن، سفر مهاجرت داشته باشیم به کشورهای غربی. ولی زمانی که ما به اینجا رسیدیم دیدیم که به نظر من اون چیزی که خودم برداشت میکنم اینجا بدتر از جاهای دیگه است. یا شما گفته از اینجا راضی نیستین. آیا شما دوست دارین برگردین دوباره؟ بله 100%. کی دوست نداره که با خانه خود، پیش پدر مادر خود، پیش خویش قوم خود، فامیلای خود باشه. تشکر از شما. یک جهان تشکر. تشکری میکنم از شما که تشریف آوردین، با کمره کوچیکتان از ما تصویری گرفتین که در یادها شاید باقی بمونه. شاید تشکر از شما. یک تشکرم.